سلام، امروز با هم داخل این ویدیو شارژر 30 وات از برند بیسوس رو بررسی میکنیم. همراه من باشیم با ادامه این ویدیو بررسی. از بخش طراحی و کیفیت ساختون شروع میکنم. یه بدنه پلاستیکی با کیفیت که از یک طراحی مینیمال هم بهره میبره و از طریق پورت یو اس بی تایپ سی که روی اون قرار داده شده شما میتونید حداکثر توان خروجی 30 وات رو دریافت بکنید و این یعنی شارژ سریع که به راحتی میتونید برای گوشی‌های موبایل یا حتی دستگاه مختلف دیگه هم ازش استفاده بکنید. این نکته رو هم توجه داشته باشین، این شارژر از دو تا فناوری هم پشتیبانی میکنه، فناوری مولتی پروداکت و پاور دلیوری، که باعث میشه که خیالتون راجع به آسیب نزدن به باتری دستگاهتون راحت باشه. نکته مثبت راجع به این شارژر سریع دو شاخه اون هست که به راحتی با همه پریزهای داخل ایران سازگاره و نیاز به تبدیل هم نداره. به نظر من در این رنج قیمت این شارژر با این کیفیت ساختی که داره قطعا ارزش خرید داره و بهتون پیشنهاد میکنم اگر دنبال یه شارژر با توان 30 وات هستین حتما تهیه‌اش کنید. ممنونم که تا پایان این ویدیو بررسی همراه